با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال 2012 میلادی، تب داغ انتخاب برترین‌های سال در عناوین مختلف بالا گرفته است. از انتخاب برترین ورزشکار سال 2012 تا انتخاب بهترین‌های عرصه هنر. همین موضوع دیجیکالا را نیز بران داشت تا با انتخاب برترین‌های دنیای دیجیتال رسالت خود، یعنی نقد و بررسی کالای دیجیتال را به انجام برساند. پس با ما در مراسم انتخاب برترین گوشی‌ها همراه باشید. انتخاب برترین‌های سال 2012 را از برترین طراحی آغاز می‌نماییم. معیارهای انتخاب، ابعاد محصول، ظرافت و جزئیات، زیبایی، جنس مواد به کار رفته در ساخت. 5 گوشی در این زمینه کاندید گردیدند که عبارتند از LG 4X HD، سونی اکسپریا S، هواوی اسند P1S، اپل آیفون 5، موتورولا ریزر آی. اما نهایتاً با در نظر گرفتن همه مشخصات، برنده این بخش به انتخاب کارشناسان دیجیکالا اپل آیفون 5 انتخاب می‌گردد. اصلی ترین دلیل این انتخاب علاوه بر زیبایی آیفون 5، سبکی و باریکی فوق‌العاده این محصول میباشد که اپل موفق شده در یک گوشی با این ابعاد سخت افزار بسیار قدرتمندی را جاسازی نماید. حال به معرفی برترین کیفیت و استحکام بدنه در بین گوشی‌های معرفی شده در سال 2012 خواهیم پرداخت. معیارهای انتخاب، کیفیت ساخت بدنه و مواد به کار رفته در آن، مقاومت در برابر ضربه، مقاومت در برابر خش و استحکام صفحه نمایش. با انجام آزمایش‌های مختلف نهایتاً کاندیداهای این بخش به این صورت معرفی می‌گردند: HTC One S، موتورولا ریزر M، اپل آیفون 5، سونی اکسپریا P، نوکیا لومیا 920. در این بخش با توجه به جمعی موارد عنوان برترین گوشی تعلق می‌گیرد به نوکیا لومیا 920. برای این انتخاب توضیح زیادی نیست، کافی است ویدیوهای تست مقاومت لومیا 920 در برابر ضربات مختلف را ببینید تا متوجه شوید که چرا این گوشی به عنوان برترین گوشی از نظر کیفیت ساخت انتخاب گردید. به یکی از مهمترین و البته سخت‌ترین قسمت‌ها می‌رسیم، یعنی انتخاب برترین صفحه نمایش، در سالی که گوشی‌های زیادی با صفحه نمایش‌های فوق‌العاده با کیفیت به بازار عرضه گردیدند و می‌توان گفت که تمرکز بیشتر کمپانی‌ها بیشتر بر روی بهتر کردن صفحات نمایش گوشی‌ها بود. انتخاب یکی به عنوان بهترین به واقع کار دشواری است. معیارهای انتخاب: نوع صفحه نمایش، اندازه صفحه نمایش، رزولوشن، تراکم پیکسلی، زاویه دید و عملکرد آن در شرایط نوری قوی. قبل از هر چیز کاندیداهای منتخب دیجیکالا در این قسمت را معرفی می‌نماییم: HTC Windows Phone 8X، Asus Padfone 2، LG Nexus 4، سامسونگ گلکسی نوت 2 و اپل آیفون 5. با وجود کیفیت فوق‌العاده صفحه نمایش همگی این محصولات، علی‌رغم میل باطنیمان مجبور بودیم یکی را به عنوان برترین صفحه نمایش انتخاب کنیم. بنابراین با ادای احترام به 4 کاندیدای دیگر در این بخش، LG Nexus 4 را به عنوان برترین صفحه نمایش انتخاب می‌نماییم. واقعا همانطور که گفتیم با دشواری بسیاری برترین صفحه نمایش را انتخاب نمودیم، اما دلایل ما برای انتخاب این صفحه نمایش به وجود پنل True HD IPS Plus در کنار رزولوشن بالای این صفحه نمایش برمیگردد که عملکرد خارق‌العاده آن را تضمین می‌نماید. اما دوربین، وسیله‌ای که امروزه به یکی از لازمه‌های تلفن‌های هوشمند تبدیل گردیده است. معیارهای انتخاب: میزان جزئیات در بزرگنمایی 100%، دقت رنگ‌های تولید شده، گستره دینامیکی، عکاسی در شرایط نوری ضعیف، عکاسی ماکرو و حداکثر گشودگی دیافراگم. بدون هیچ توضیحی به معرفی کاندیداها می‌پردازیم: اپل آیفون 5، Asus Padfone 2، نوکیا 808 پیورویو، سونی اکسپریا تی و نوکیا لومیا 920. برنده بیچون و چرا این قسمت نوکیا 808 پیورویو است. دلیل این انتخاب صرفاً سنسور 41 مگاپیکسلی این دوربین نبود، بلکه در مقایسه عکس‌ها به طور واضحی عکس‌های ثبت شده با دوربین پیورویو کیفیت بهتری دارد و از دیگر دوربین‌ها برتر است.
در بخش برترین باتری موجود بر روی گوشی‌ها، معیار انتخاب برترین باتری به این صورت میباشد: شارژدهی در هنگام مکالمه، تماشای فیلم، پخش موسیقی و مرورگری اینترنت. و اما کاندیداها ایسوس پدفون 2، LG فورکس HD، موتورولا ریزر HD، موتورولا ریزر مکس HD و سامسونگ گلکسی نوت 2. عنوان برترین باتری موجود بر روی گوشی‌ها تعلق می‌گیرد به موتورولا ریزر مکس HD. وجود یک باتری 3300 میلی آمپر ساعتی بر روی گوشی‌های موبایل تا به این تاریخ بی‌رقیب است. البته گوشی‌های پدفون با قرار گرفتن داخل داک تبلت شارژدهی فوق‌العاده‌ای پیدا می‌کنند، اما آنها نیز به تنهایی در مقایسه با باتری ریزر مکس HD حرفی برای گفتن ندارند. سیستم عامل موجود برای گوشی‌ها یکی دیگر از مواردی است که مورد مقایسه قرار می‌گیرد، اما معیار انتخاب برترین سیستم عامل بدین صورت می‌باشد: همخوانی با سخت افزار، مدیریت حافظه رم، روان بودن، سرعت پاسخگویی به دستورات و راحتی کارکرد برای کاربر. در این قسمت به دلیل وجود سیستم عامل محدود، انتخاب کاندیداها آسان‌تر از دیگر بخش‌ها بود. با توجه به معیارهایی که در نظر گرفته شد، کاندیداهای این بخش بدین صورت میباشند: اپل iOS 6، گوگل اندروید 4 و 2، مایکروسافت ویندوز فون 8، نوکیا بل FP2 و نسخه لمسی نوکیا S40. با تجلیل ویژن سیستم عامل انحصاری گوگل یعنی اندروید به دلیل پیشرفت فوق‌العاده در سال 2012، عنوان برترین سیستم عامل اعطا می‌گردد به اپل iOS 6. انجام سنگین‌ترین اعمال با سخت افزار متوسط، عدم وجود مکس، روان بودن، خالی نگه داشتن بیشتر رم به دلیل مدیریت خوب بر حافظه و وجود صدها هزار برنامه برای این سیستم عامل ما را مجاب به انتخاب iOS 6 به عنوان برترین سیستم عامل موجود نمود. اما بعد از معرفی برترین نرم افزار به معرفی سریعترین گوشی، یا در واقع گوشی که برترین عملکرد سخت افزاری را در پردازش‌ها داراست، خواهیم پرداخت. معیارهای انتخاب برترین سخت افزار بدین صورت می باشد: نتایج بنچمارک ها، اجرای بازی ها، سرعت واکنش به دستورات، عملکرد پردازنده و پردازشگر گرافیکی و میزان حافظه رم. با در نظر گرفتن نتایج تست‌های سخت افزاری گوشی ها، کاندیداهای برترین عملکرد سخت افزاری بدین صورت اعلام می گردند: سامسونگ گلکسی نوت 2، ایسوس پدفون 2، اپل آیفون 5، HTC One X Plus و LG نکسوس 4. و در نهایت در قسمت برترین عملکرد سخت افزاری، آیفون 5 به عنوان قدرتمندترین گوشی انتخاب می‌گردد. تنها گوشی 2 هسته‌ای حاضر در بین کاندیداها، برنده این قسمت در بین 4 هسته‌ای‌ها می‌گردد. این برتری به علت عملکرد فوق‌العاده iOS میباشد که قادر است با حداقل امکانات سخت افزاری حداکثر بهره‌وری را ارائه نماید. در اکثر بنچمارک‌های تست سخت افزاری، آیفون عملکرد بهتری از رقبای خود ارائه کرد تا باعث گردید این گوشی به عنوان قدرتمندترین گوشی حال حاضر انتخاب گردد. پس از معرفی برترین‌های سال 2012 در همه قسمت‌های تشکیل دهنده گوشی، به انتخاب برترین خلاقیت به کار رفته در گوشی‌ها خواهیم پرداخت. نوآوری‌هایی که بی‌رقیب هستند و یا از رقبای خود بسیار قدرتمندترند. کاندیداهای این بخش بدین صورت انتخاب می‌گردند: سامسونگ گلکسی نوت 2 با یک قلم پرکاربرد و دوست داشتنی، ایسوس پدفون 2 با یک داک تبلت بی همتا، سامسونگ گلکسی بیم با یک ویدیو پروژکتور منحصر به فرد، LG اپتیموس 3D Max با یک صفحه نمایش 3 بعدی و نوکیا لومیا 920 با یک نوآوری در صفحه نمایش. و عنوان برنده خلاقانه ترین گوشی تولید شده در سال 2012 اطلاق می‌گردد به نوکیا لومیا 920. صفحه نمایش این گوشی به تمامی لمس‌ها واکنش نشان می‌دهد، به طوری که حتی با دستکش هم می‌توان با آن کار کرد. البته خلاقیت‌های به کار رفته در دیگر کاندیداها نیز همگی جذاب بودند، اما این نوآوری از نظر ما استفاده بیشتری برای کاربران دارد و کاربردی‌تر است. به بخش جنجالی‌ترین گوشی‌های سال 2012 می‌رسیم. برای ورود برترین گوشی‌های کمپانی‌های مختلف در سالی که گذشت، تبلیغات زیادی صورت گرفت. کاندیداهای این بخش همگی گوشی‌هایی هستند که در حداکثر هیاهوی تبلیغاتی به بازار معرفی گشتند و بیشترین جنجال برای این گوشی‌ها به پا شد: سامسونگ گلکسی S3، LG نکسوس 4، نوکیا لومیا 920، سامسونگ گلکسی نوت 2 و اپل آیفون 5.
با جنجالی ترین گوشی سال 2012 آشنا شوید. سامسونگ گلکسی S3. وجود تبلیغات فراوان از ماه‌ها قبل از معرفی محصول و شایعات بی‌نهایت زیاد در مورد آن باعث گردید که این گوشی در کهکشانی از شایعات و حدس و گمان به بازار وارد گردد و با ورود خود بازار را تحت تاثیر خود قرار دهد. بنابراین انتخاب ما برای جنجالی ترین گوشی بیشک گلکسی S3 می باشد. همه اینها را گفتیم تا نهایتاً بتوانیم برترین گوشی سال 2012 را انتخاب نماییم. با ترکیب همه موارد فوق و میزان محبوبیت و فروش محصولات می‌خواهیم برترین گوشی تولید شده در سال 2012 را از نظر دیجیکالا معرفی نماییم. بدون توضیح اضافه با کاندیداها آشنا شوید. سامسونگ گلکسی نوت 2، ایسوس پدفون 2، اپل آیفون 5، LG نکسوس 4 و نوکیا لومیا 920. معیارهای انتخاب برترین گوشی بدین صورت می باشد: عملکرد سخت افزاری، کیفیت صفحه نمایش، سیستم عامل و رابط کاربری، کیفیت ساخت و امکانات شامل دوربین، باتری، برنامه‌های موجود و غیره. با تقدیر از هر 5 گوشی به دلیل عملکرد فوق‌العاده‌شان و با در نظر گرفتن جمعی موارد برترین گوشی تولید شده در سال 2012 معرفی می‌گردد: اپل آیفون 5. 10 گوشی برتر سال 2012 را معرفی نمودیم. برای انتخاب برترین ها سعی بر این بود تا بر اساس کارایی و عملکرد گوشی ها و به صورت کاملا منصفانه در مورد آنها نظر دهیم. بدین ترتیب بود که در بخش‌های کیفیت ساخت و خلاقیت نوکیا لومیا 920، بخش صفحه نمایش LG نکسوس 4، برترین دوربین نوکیا 808 پیرویو، برترین باتری موتورولا ریزر مکس HD، جنجالی ترین گوشی سامسونگ گلکسی S3 و نهایتاً در بخش‌های طراحی، سخت افزار، نرم افزار و جمعاً برترین گوشی سال نماینده اپل یعنی آیفون 5 عنوان برتر را از آن خود کرد.